سلام برابکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز یه از اون ویدیوهای تکی واسهتون دارم به خاطر درخواست وحشتناک زیادتون و واقعا تشکر میکنم. خب آقا، امروز میخوام یه چیزای شخصی رو باهاتون صحبت کنم، چیزی که به سر خودم اومده. 40 سال زندگی منو معما کرد این موضوع و چند روز پیش برای اولین بار رو اتفاق جوابشو گرفتم. واقعا اینو گوش بده، اینو یه سری از دوستاتو باعث میشه بپرستی یا میتونی خودتو بشناسی. من همه زندگیم بهم میگفتن که بعضیا، خب بعضی اینش خیلی مهمه، بعضیا به من میگن که تو خسیسی و من خسیس نیستم، چیزی که حداقل خودم فکر میکنم. خب خیلی آدم مثلا دیدم یارو دیوونه است، میگه من دیوونه نیستم. شاید منو از اون باشم، اگه از اونم معذرت میخوام، ولی حرفمو بشنو. من کسی ام که مثلا وقتی پول داشتم همه تکر میکردم از دور و بریام، رستوران بریم سکن پول غذای بقیه رو بدم، کار زیادی میکردم که حال بدم به دور و بریام. اگه میفهمم کسی نداره پول میدونم. چند تا آدم میشناسم که مثلا کارگر قدیمیمون، یکی از فک و فامیلامون که تو ایران پول خوب در نمیارن، براشون هر ماه پول میفرستادم. به همه رسیدم. خب یعنی تا جایی که میتونستم، یعنی اگه بیشترشم حتما مدرسه و کثافت کاری و این چیزا میساختم. همچین شخصیتی خودمون میبینم و آرزوم بود که داشتم میکردم ندارم. خیلی موقع از من بچه‌ها پول میخوان، ناراحت میشم که ندارم بهشون بدم. خیلی مینا فکر میکنن که نمیدم، دارم و نمیدم، ولی ندارم، چون من خرج ماهیونم یه چیزیه. اول راجع به این توضیح بدم. آدما فکر میکنن وقتی که پولدار میشه دیگه همیشه جلوش پوله، ولی اصلا این داستان نیست. خب اکثر آدما در یه لول پول دارن. حالا مثلا بیا برای بحثمون میگیم که آدما تو حساب بانکیشون مثلا $2000 پول دارن. من بچگی تو $2000 تو حساب میذاشتم، الان $2000 میذاشم. اگه بچگی مثلا $10,000 میذاشم، $10,000 میذاشم. اگه بچگی هیچ پول نداشتم، الان هیچ پول ندارم. مهم نیستش که چقدر پول دارم. حساب بانکی یکیه. معنیش چیه؟ من روز اول میام کانادا، یه قرون خرج دارم، یه قرون درآمد دارم، میشه 0-0. بعد میام یه کار میگیرم، به من میگه $1000 بهت پول میدم. از اون $1000 من یه ماشین میخرم، $400 پیمنت ماشین میشه، $200 پول بیمه میشه، $200 پول بنزین میشه، $800 شفاف اونجا. $200 من بخورم دیگه. پس $200 میخورم، $800 ماشین، بعد $1000 درآمد دارم، ولی میشه 0-0. بعد کارمو بهتر میکنم میشه $5000. ماشینمو بهتر میکنم میشه 2500. غذامو بهتر میکنم میشه 1500. $1000 هم شروع کنم لباس خریدن. آخر ما دوره پول ندارم. بعد تو چیزی که میبینین، تو میشه آدمی که از اون ور یه نفری که داره وضعش بهتر میشه میبینه که آقا این یارو که آقا نداشت با نال صدا بکنه، الان نه با هوندا، نه با اینفینیتی، با مازاراتی میاد، نه با 20 ساعت، نه با اپل واچ، با رولکس میاد. خب پس پولدار شده، پس پول داره. میریم بیرون سوال تو پول بده. بعد اگه من پول ندم میگن که پس خسیسه یا نمیدونم هر چی که میگن. خب این یه داستان خواستم بگم. آدما که فکر میکنن همه آدما همینن. خب یعنی اون کسیه که مثلا الان میدونیم که مثلا $300 میلیون پول داره، تو حساب بانکیش مثلا $60,000 کشه، $40,000 کشه. مثلا بی زمین میگه آقا من خونم آتیش گرفته 100 تا پول دارم، نداره بده. یه دونه یارو هستش توی همین روی اینستاگرام و اینا با آدمای معروف خیلی دیل میکنه. بعد اون توی یکی از پادکستش اینو گفت فکر نمیکنم کسی اندازه من آدم میلیونر و بیلیونر بشناسه، چون اینترویو میکنتشون همه رو و نمیدونی چند بار شده که یه اتفاق افتاده که خوب بوده. یعنی آقا مثلا بیا $50,000 بذار، میریم اینو الان میخریم استاکشو، بعد فلان میشه هرچی میگه. نمیتونی باور کنی من تا حالا چند بار شده به آدمای پولدار زنگ زدم و گفتم آقا 50 تا کش داری یه کار خفن بکنیم، و گفته نه ندارم. کسی که مثلا $200 میلیون پشتش پوله و طبیعیه. خب همین میخوام پوینت من همینه که بچه‌ها همه آدما مثل همن. یعنی اگه میریم بیرون یه نفر دست میکنه تو جیبش پول میده، همونقدر ارزش داره که اون پولدار دست میکنه تو جیبش پول میده، چون پولدار آخر ما $100,000 پول میاد تو حسابش، بین 90 تا 110 میره بیرون. اگه 90 بره یارو یه پولی داره خرجم میکنه این ور اون رو، یه خورده ریلکس تره. اگه 110 بره یارو اصلا نمیخواد یه قرونم اضافه پول اینور بده، چون $10,000 آردی پایینه هر ماه بعد از اینکه به $100,000 درآمد رسیده در ماه. و اگه $10 بیشتر بره میشه $10,000 $10 و این نمیخواد این اتفاق بیفته، چون این بیزنسمنه، این پولدار شده چون پول میفهمه، چون منطق ریاضی میفهمه، چون 2 تا 4 تا میفهمه. من نوعی الان تو این موقعیتم. من کسی ام که خرجم بیشتر از دخلمه، برای همین ندارم به کسی پول بدم اگه مادرش مریضه یا پدرش مریضه یا خودش مریضه یا آرزو داره یا بیزنس آیدیا داره اینا. برای همین اینو خیلی آدم‌ها اول نمیفهمن. خب حالا اینو خواستم جالب بود خواستم بگم بچه‌ها چششون باز بشه، چون همه فکر می‌کنن کسی پول داره الان تو حسابش میزنه دبیتش همینجوری 1 و 0 که اونجا نشون میده. اصلا اینجوری نیست و اونا استرسشون میره بالاتر. چرا؟ چون من اگه پول بانکمو نداشته باشم بدم $2,000 میرم به مثلا فلان کسایی میگم $2,000 من میدی بهم میده. این یارو پول نداشته باشه $40,000
کم داره؟ به چند نفر میخوای بری 40 تا بگی؟ بگو دوستان پولم به 6 تا بگی 6 تا ما گرفتی، ما هفتم میخوای چیکار کنی؟ ولی اگه $2 شد با هم نفر اول میتونی 7 ازش بگیری. میفهمی چی میگم؟ برای همین دردای پولدار تا بیشتر هم هست. یا مثلا چه میدونم یهو یه اتفاق میفته، پولدار یه خونه خرید 1 میلیون، یه کاری توش میکنی خلاف، میاد یهو شهرداری به $300,000 جریمه میده. خب $300,000 اگه ما هم $100 درآمد داشتیم 3 ماه درآمد رفت. از اونی که سال 1.5 میلیون درآمد داره یهو 3 ماه پول نداره غذا بخوره، داره بذاره رو کریدیت کارتش 3 ماه دیگه بره پولشو پس بده، ولی دیگه نمیخواد بیشتر از اون حدی که باید بذاره. میفهمی چی میگم؟ برای همین وقتی میره بیرون نمیگه بذارم پول همه رو بدم، و همه میگن این که این همه پول داره، این که با لامبورگینی اومده، چرا پول ما رو نمیده؟ به خاطر اینکه یارو زندگی خودشو ساخته، انقدر پول داره که پول لامبورگینی بده، فلان قد مورگیج خونه بده. مردم فکر میکنن کسی که پولدار شد هر ماه گفته خب چقدر پول اومد؟ 1 میلیون، اوکی 500 رو بذار اینجا نقد بمونه، 500 رو بریم پولدار هر چی. نه، کسی که یعنی میاد سعی میکنه 1.100 بیزنس بکنه، یعنی میگه آقا من 1 میلیون 100 تاشم بعداً بهت میدم دیگه. همه تو صفرن یه جورایی. میفهمی چی میگم؟ حالا من تو دنیای خودم که وقتی دخلم بیشتر از خرجم بود، وحشیانه و هر کسی که میتونستم حال بدم حال میدادم، و همیشه آرزوم بود که بیشتر داشتم که مثلا حالای دیوانه وار بدم. مثلا برم تو رستوران میگم آقا پول همه رو من میدم، یا مثلا یه بچه یا دختر پسر جوون میدم دیتم، برم مثلا میگم بچه‌ها امشب بیاین من $200 میذارم رو میزتون، برین با هم دیگه حال کنیم به یاد من. اصلا من نمیخواد بشوسی، من دوست داشتم این کارا بکنم. بعد من تو مغزم اینم و مردم به من میگن تو خسیسی. کیا؟ مثلا نزدیکترین دوستان. ولی میگم یه نزدیکترین دوستم میگه تو خیلی دست دلبازی، یه نزدیکترین دوستم میگه تو خسیسی. همین داستانم رو دوست دخترام. یه دوست دخترم با اینکه صدها هزار دلار تولدش مثلا ماشین خریدم به من میگفت تو خسیسی، ولی یکی دیگه میگه نه تو خیلی دست دلبازی. آقا من چرا نمیفهمیدم؟ یه دلمو داشتم تو مغزم که خب اصلا یه خصوصیتی تو من هست دیگه، همینی که من نمیخوام برم مثلا پول فلانیو بدم چون مثلا 3 ماه بعد پول کریدیت کارتم بیشتر میشه که بخوام پرداخت کنم، پس من نمیخوام این پولو بدم. و سر این مردم به من میگن خسیس، پس حتما راست میگن و حرفا. خلاص آقا دلیلی هم که مردم به من گفتن خسیس اینه که مثلا میگم اگر من غذا اگه بخوام بخورم میام پایین ببینم پاشا غذاشو نخورده، غذای پاشا رو میخورم، سیرم نشم میگم اوکیه، که نرم دوباره یه دونه غذا رو باز بکنم، گازو روشن بکنم، انرژی مصرف بکنم، ظرف کثیف بکنم، بعد دوباره مایع ظرفشویی و آبداغ استفاده بشه که اینو بشوری. خب مغز من همینا کلکولیت میکنه، واسه میگم ولش کن، من با همین غذا میخورم، آردی چاقم هستی، یه کمم غذا بخوری واسه ضررم نداره، یه بار برو بریم. و خیلی یا مثلا یه مثال که بقیه بفهمن، اگه چراغ قرمزی میرسیدم که این چراغ قرمز بیشتر از میدونستم 1 دقیقه طول داره تا سبز شه، ماشین رو خاموش میکردم وقتی ماشین خودش اتوماتیک خاموش نمیشد. بعد این کار من مثلا یکی میدی مثلا میگه بابا سوال خیلی خسیسه، دقیقاً خسیسه که پشت چراغ قرمز خاموش میکنه ماشینو، یعنی یارو داره یه سنتیاش هم میشماره. بعد من نمیتونم جوابی بدم چون مثلا نمیفهمم یارو ناراحت شد از اینکه من ماشین خاموش کردم، به منم نمیگفت. مثلا میفهمم غضنفر میگفت، غضنفر به محسن میگفت، محسن میاد به من میگه آقا غضنفر و علی دارن پشت سر این حرفا رو میزنن. من همیشه واسم سوال بود که حتما راست میگن، یعنی این خصوصیت دیگه. خب که ما خصیصی. بعد بلند میشیم میریم مثلا رفتیم همین تورنتو که رفتیم با پوریای بچا ویدیوشو دیده باشین پارسال تابستون، یعنی همین 9 ماه پیش رفتیم تورنتو، و تو تورنتو که بودیم پوریا خوش کرو آورده بود. بعد اینا رفتن بیرون خوراکی مراکی خریدن و اینا. خب منم نمیخواستم خوراکی هیچی، خیلی مشروع اینا گرفته بودن، منم نمیخواستم مثلا هیچی چون من هر روز بیرون بودم و ماشین رو داشتم دنبال کار خودم بودم. من به قول رو به استور پوریا اونجا فقط بودم. بعد اینا اومدن خونه، روشون نمیشه به پوریا بگن، اومدن به من گفتن آقا ما مثلا رفتیم غذا گرفتیم، تقسیم بر چند کنیم غذا رو. خب این یه کرویی که پوریا آورده، خونه‌ای که پوریا اجاره کرده و این کرو اینا دارن توش کار میکنن، من مهمون مخصوصشونم یا اسپشیال گستشونم هر چی واسه بذاری دیگه، و من هیچ مشروبم نمیخورم، غذایی هم که آوردن استفاده ندارم. مثلا میفهمی چی میگم؟ چون من هر روز میرم و میام، غذامو هر روز بیرون میزنم. خب پس من باید بگم که من نمیدونم بین هر کی میخواد تقسیم کنیم، فقط من نیستم توش. من به غذاهاتون دست نمیزنم، مشروباتون هم دست نمیزنم، هر کاری که دوست دارین بکنین برم. من چی جواب دادم؟ گفتم که پول همه رو من میدم. شده بود یعنی 400 خورده دلار شده بود. گفتم اوکی من پول همه رو میدم، من همه رو دادم، تموم شد. و این اتفاقی که تو مغز من میافتاد، همش سوال بود که چرا الان همه نمیریزن بگن وای سهیل چقدر بخشنده است، این اصلا پیامبره. ماشینمون رو تو پشت چراغ قرمز خاموش میکنیم، ماشین خودمو تو چراغ قرمز با بنزین که خودم پول ریختم توش خاموش میکنم، داستانی. ولی وقتی که یه جایی که به ما هیچ ربطی نداره پول همه رو میدیم، یه نفر نمیاد مثلا بگه آقا دمت گرم، مثلا از اون گروه که 5 نفر بودن غذا گرفته بودن، اون کسی که با من صحبت کرد بهش گفتم پول ما میدیم، گفت اوکی، پولم من بهش کش دادم، تموم شد. از اون 4 نفر دیگه مثلا نمیدونم آقا مرسی سوئد فلان بسا هیچکی ها. پس مثلا خیلی عجیب بود که چرا انقدر آدما حرومزادن، از اونوری آمادن همه حمله کنن و گرگ و زر زیاد، از این ور اصلا سهیل داد من که نفهمیدم، مثلا همه تو هم اصلا من
حواسم به کسی نیست و من با کار کسی کاری ندارم. خلاصه میگم آقا ما هم 40 تا تو این دنیا داشتیم لول می‌خوریم دیگه. تو دلمون آدم دست و دلبازی هستیم، تا جایی که بتونیم پول بدیم پول میدیم به مردم و دنیا رو قوی‌تر و قشنگ‌تر و بهتر می‌کنن برای بقیه. از اون ور کسایی که به ما نزدیک میشن بعضیشون به هم میگن تو خسیسی، خیلی تو صورت من میگن تو خیلی خسیسی. خلاصه حالا دیگه سرتون درد نیارم. این اتفاق چی بود که جواب به ما داد و شما تصمیم گیرنده شما این که به من بگین من خسیسم یا نیستم توی کامنت ها. اونا که میدونن داستان ماشین بازی منو، من یه تسلا خریدم. تسلا هم با برق کار میکنه، واسه همین مصرف بنزینت میاد پایین، یعنی پولی که باید خرج بکنی که ماشین تکون بخوره، انرژی پول انرژیت میاد پایین. برای بنزین تو ماهی $400 باید خرج کنی، برای برق اگر تو خونه چارج کنی میشه مثلا بین $50 تا $100، اگه بیرون چارج کنی میشه بین $80 تا $200، یه همچین رنجی میشه. واسه همین بدترین حالت تو 50% پول چیزت میاد پایین، پول بنزینت میاد پایین یا پول انرژیت میاد پایین. حالا تسلا که من خریدم شانسی با یه پکیجی میاد که برای همم خیلی عجیبه، هر کی میگه وا مگه هم چیزی اصلا وجود داره، یعنی رایج نیست دیگه حداقل، که پول برق من مجانیه اگه من میخوام بیرون شارژ کنم. تو خونه واسم در میاد $50 $70، ولی اگه برم بیرون منم مجانی در میاد. خب من اکثر اوقات نه اکثر همیشه تو خونه چارج دیگه، چون مثلا به خونه شارژ خب میام خونه میذارمش به برق خیلی آروم بره شارژ میشه اینا. ولی وقتی بلند میشم مثلا میرم یه راه دور برمیگردم باتری شده مثلا 50%، باتری تا 80 بیشتر شارژ نمیکنی. وقتی میرم یه جای دور باتری مثلا میشه 50%، میخوام برگردم خونه، دم در خونه که دارم میرسم میرم که از این جاهایی که سریع شارژ میکنه شارژ میکنم که مجانی هم هست. چون من تو خونه‌ام چون با برق 110 دارم ماشین رو شارژ میکنم، هر ساعت 1% میره بالا. یعنی من تو 24 ساعت میتونم 24% ماشین شارژ کنم، یعنی بخوام کلش رو شارژ کنم 4 روز طول میکشه. پس من اگه با 50 بیام خونه این 30 ساعت لازم داره تا برسه به 80 دوباره. و من چون فردا صبح بچه‌ها دوباره برم مدرسه دیگه هیچ وقت اون 80 نمیرسه. همینجوری بعد فردا مثلا میشه یه خورده پایین‌تر تا آخر هفته مثلا دیگه باتری میاد پایین، بعد تو میتونی ویکند بذاریش پرشه یا اگه بچه فلان. خب من چون نمیخوام اتفاقا بیفته و باتری هم براش زیر 20% خوب نیست، من دیگه اگه برسه مثلا به 50% میرم اینو شارژ میکنم مثلا 85%، بعد میام خونه تا برسم خونه میشه 80%، دیگه همون خونه میام میذارمش تو پارکینگ، بازم میذارمش به شارژ ولی میام تو دیگه تو 80 میمونه دیگه شارژ نمیشه ولی میمونه رو 80. حالا بعضی موقع 81% میرسم خونه، بعضی موقع 82% میرسم خونه، ولی همیشه اوور اون چیزی که میخوام میرسم خونه. پس برق من دیگه مجانیه. درسته؟ چند روز پیش همین رفتم آمریکا، یه کاری داشتم رفتم آمریکا، کارامو کردم و برگشتم. تو راه برگشت که بودم رسیدم به این چیزه، زدم به شارژ و این باتری به رفت 80. بعد یه داستانی شد، نمیدونم یه فیلم گذاشته بودم تو ماشین ببینم، حواسم به فیلم پخش گفتم بزنین تمامش کنم و اینا، شارژ رو بردم بالا، گفتم تو بیشتر شارژ کن. خلاصه تا 97% شارژ شد ماشین با که اونجا نشسته بودم. بعد اومدم بیام طرف خونه، بخوام برسم خونه دیگه ماکسیمم میشه 94% دیگه و این برقم مجانیه. دوباره میخوام تکرار کنم این موضوع رو. من تو راه خونه که داشتم میومدم بخاری رو خاموش کردم، چون یه جا داشتم سرپاینی میرفتم، بعد این داشت برق ماشین درست میکرد. گفتم خب کلی انرژی ویست میکنه این چیز، این بخاری. منم الان خوبه یه کاپشنم تنمه، به بخاری لازم ندارم، میتونم خاموشش کنم. یعنی اون جایی بود که میخواستم بخاریو ولی خودم رو راضی کردم که بخاری نمیخوام، بخاری خاموش کردم. میتونستم گاز بدم و تون بیام، گاز ندادم، جایی که سرباله بود آروم میرفتم که کمتر انرژیو حروم کنم. اونجا برگشتم به خودم گفتم، یهو یاد همه این داستانی که الان حرف زدم افتادم. گفتم که خب این که دیگه مجانیه، مقدارم که نداره من چقدر میتونم شارژ کنم. من میتونم همیشه 85% میکنم، بیا امروز 97 هم کردم، یعنی امروز 10% اضافه هم شارژ گرفتم. اگه امروزی که من 10% اضافه شارژ گرفتم که میدونم نمیخوام تو باتری بمونه چون 80% بهترین حالت باتریه و میدونم من مجانی هیچ خرجی هم واسه من نداره، وقتی که دلم بخاری میخواد بخاری رو خاموش میکنم. اگه یه نفر تو ماشین بود روشن میذاشتم، ولی وقتی خودم بودم خاموش کردم و خودم بخاری خاموش کردم و الان پاهام داره سرد میشه یه خورده، ولی میگم اوکی بابا سوسول. این نشون میده که آقا یه سری آدما هستن اسراف بعدشون میاد، نمیخواد هیچیو ویست بکنه، هیچیو نمیخواد حروم بکنه. من دارم میرم سرپاینی 80 تا دارم میرم، اگه یه خورده فشار بدم انرژی بسوزونم میشه 90 تا سرعتم، فرقی به حال من نمیکنه، مثلا 12 ثانیه زودتر برسم خونه، ولی انرژی داره ویست میشه. پس من نمیدم، این گازا رو نمیدم، اون سرعتی که دارم میخواد و نمیرم، به خاطر اینکه انرژی رو ویست نکنم، نه به خاطر اینکه من خسیسم. من از حروم کردن بدم میاد. مگه یه نفر یه استیک برمی‌داره بخوره تو خونه یه نفر دیگه هم باشه، نصفشو بخوره نصفش نخوره، مگه استیک بخوام به اون میگم، دستم میکنم تو بشقابش برمی‌دارم میذارم تو بشقابم خودم، بعضی میگم بابا اینکه اونجاست دیگه، اینکه مال مفته که مثلا تو مکزیک پاشو غذاشو نخوره چون غذا پاشو خوردن، بعد مثلا میگن خب برو تازه بعد گرم، اینکه دیگه
سرد شده. میگن آقا چقدر حالا سرد شده؟ مثلا 20 دقیقه اینجا بوده. واقعا سرد شده، ولی من خودم رو راضی میکنم چون فقط از اسراف بدم میاد. اگه میرم مثلا هتل از این نمکتون کوچولو داره پاره میکنی، پاره بکنم نصفش کنم، نصفشو نگه میدارم. اگه میرم مثلا مکدونالد 2 تا نمک میارم، 2 تا فلفل برمیدارم، بعد میام استفاده میکنم، آخرش یه نمک میذارم، برمیگردم میندازم تو اون ظرفه. میدونم کار تمیزی نیست، ولی من میگم دنیا از این کثیف‌تره که بخواد با انگشت من به فنا بره، ولی اسراف نیست. مثلا وقتی میرم غذا بگیرم توی فست فودها همیشه میگم آقا من کچاپ نمیخورم، چون همیشه سس کچاپو میندازن توش، 3-4 تا میندازن. یا آقا من نمیخورم، اینو ویست نکنین الکی. پول این خودتونه، پول این کشوره، پول این پلاستیکه، پول اون سس و گوجه و شکری که استفاده شده، تمام اینا داره فشار میاره روی تمام همه چی. خب من اگه این کار نکنم، حالا فرض کن این کار که من نکنم، فکر کن هزاران نفر نکنن. اگه 1000 نفر 4 تا سس در روز نگیرن، میشه 4000 تا سس. یارو چقدر میخواد سس استفاده کنه؟ 4000 تا سس در یکی بهش اضافه بدی، فکر کنم برو به مغازه بگو من در ماه، در هفته، در روز به تو 4000 تا اضافه سس میدم. آیا تو احساس نمیکنی یه تغییری داره میفته توی بیزنست به عنوان وسایلی که لازم داری بخری؟ حتما میگه چرا. میگه آقا سسمون رو هر هفته سفارش میدیم، هر 2 هفته سفارش میدیم، نه هر 10 روز سفارش میدیم، الان هر 11 روز سفارش میدیم. و من فقط آدمیم که مثبتم و میخوام به خوبی فکر بکنم، با اینکه خودم تو ماشین تنهام. یعنی اگر تو بخوای به عنوان چیز بهش نگاه بکنی، به سلفیشی نگاه کنی، میگی خب من تو ماشینم، ماشین باید بهترین حالت واسه من باشه. اگر به عنوان مالی بخوای بهش نگاه کنی، میگی که خب این که انرژی که مجانیه و این انرژی که میگم اینجوری نیستش که دیگه بر همه مجانی شده و فلان، مثلا فقط من مجانی دارمش و یه سری آدمای دیگه خیلی کمه منظورمه. و تکنیکلی اگه آدم خسیس بود، داشتم خودم فکر می‌کردم اگه خسیس بود میاد ماشین میزد تا ته شارژ بشه، میومد تلفنش میزد از ماشین شارژ میکرد که میگه برق بیرون مجانی بیاریم خونه. من که ماشینم 24 ساعت، همسایه‌ام اومد گفتش که سوهل جون من این سوال دارم، این ماشین 24 ساعت تو شارژ بد نیست؟ من اگه خسیس بودم میومدم گفتم که خب آقا ماشینو میاریم خونه 95 پرش میکنیم، میاریم خونه، بعد از 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز میرسه به 20. وقتی رسید به 20 9 دقیقه من رانندگی دارم از در خونم تا سوپرچارجر، 9 دقیقه رانندگی میکنم اونجا، میذارم یه مووی میذارم برای 45 دقیقه، 45 دقیقه دوباره رسیده به 85-90%، برمیگردم خونه دوباره یه هفته سفرش کنم، خرجم میشه 0. و این نه، من گذاشتمش تو خونه. چرا؟ چون گفتم که خب میخوام راحت باشه، میخوام همیشه آماده باشه، پر باشه. و حالا رفتیم بیرون، چون برگردم خونه دیگه به خاطر شارژری که دارم نمیتونم چارجش بکنم، میرم بیرون سوپرچارجر که داشتم چارجر خونه اینستال میکردم. خانمم گفتش سوال تو اگه خونه چارجر اینستال کنی ما دیگه نمیریم سوپرچارجر. گفتم خب نریم. گفت خب دیوس مجانی، یه بار تو زندگی یه چیزی به افتاده مجانی میخوای استفاده نکنیم. گفتم راست میگه، اگه بگیم دیگه واقعا من هیچ وقت پامو نمیذارم اونجا، این 9 دقیقه نمیرم. و خواستم بگم که آقا یه سری آدما دورتون هست که شما فکر میکنین خسیسن، یا حداقل بهشون تهمت میزنین خسیس، که این بنده خداها نیستن. اونا که خسیسن که خسیسن، کاری ندارم، من راجع به اونا که مثل من صحبت میکنم. یه سری هم هستن مثل بنده، دلشون پاکه، میخوان خوبی کنن، ولی بعضی موقع بهشون گوششون میرسه که خسیسه. اونام بفهمن داستان چیه. چون میگم من 40 سال طول کشیده بفهمم ما خسیس نیستیم، ما میخوایم ویش نکنیم. و وقتی یکی از دوستام شروع میکنه ویش کردن، یه دوست دارم واقعا آدم بیشوریه، چون من اینجا بعد بلند شد رو مبل من ساعت 1:30 شب، چاقم هست، این نه که آدم لاغر باشه، روی مبل داره دو پای میپره. بعد بهش میگم که نکن میشکنه. یعنی بابا تو هم خیلی خسیسی ها، درگ میکنی دهنت. میگم ساعت 2 صبح داری رو مبل من بدون دلیل میپری، حالا اون بشکنه، من باید بلند شم اینو وعده بندازم از آشغال برم یه دونه مبل دیگه بخرم بیارم. تو که هیچ نوع مسئولیت انتخاب نمی‌کنی که مثلا بگی آقا من شیکونم، بعد دوستیمونم چون من بعدم میاد از تو دیگه، من که بیاد خونم مبلمو بشکونه، مهم نیست من چقدر پول دارم، تو مسئولیت من هیچی پول نداشته باشم برم خونه یکی بزنم چیزی بشکونم، تلویزیون، مبل، هر چی. میگم آقا همون لحظه مثال واقعیش با یکی رفیقام بودیم، ماشین برداشتیم داشتیم دیوونه بازی زمین، ماشین اون بود. بعد من یه جا رفتم تو کوچه دستی کشیدم، خاکی بود، ماشین چرخید، زدم تابلوی کوچه رو کندم، این آهنه که تو زمینه و تابلو بالش نشسته تو کوچه، اینو کنده شد، پرت شد. اون ور ماشین خب یه رفت تو دیگه، انگار چه ضربه خوردی من ماشین ترکی. بعد این ماشین که وایساد هر روز مثلا اینجوری بود داشت تکون می‌خورد، من دوستام نگاه کردم گفتم که من 100% مسئولیت این تصادفو به عهده میگیرم، نه به بیمه میخواد بدی نه چی، من پولشو میدم. خب من همچین آدمیم، یعنی اون لحظه همون ثانیه گفتم یک ثانیه به این فکر نکن. میدونم آدمای دیگه که میان گوه میزنن غیب میشن، خب یکی دوره تا سر نیافتاده. پس این دوستام واسه شده اون مبل من میپره، به من بهش میگم که نپر میشکنه. جوابش اینه که تو چقدر خسیسی. بعضی موقع دلم میخواست قدیما بود، انقدر قانون نبود، زدن و یه چیز آزاد بود، بعد جوری استفادهش میکرد. آره دیگه، گفتم خفه شو بیا پایین، زر نزن بابا. بعد خوش اومد پایین، سن 40 سالگی با وزن گاو، ساعت 2 صبح رو مبل یه نفر داره با جفا میپره پایین.
سگ نر سرویس چه سودی میتونه داشته باشه این، به غیر از اینکه تو یه آدم عقده‌ای کثافتی که فقط میخوای به من ضربه بزنی و اون لحظه انقدر میمونی عقلت نرسید بری مثلا آینه رو تو دستشویی بشونی که من نفهمم، اون شوگری موب پریدن که مثلا ضربه بزنی. این شخصیت اون کثافته و اون داره به من میگه توهین میکنه خسیس. خواستم این ویدیو رو بسازم و حتما این قسمتشو اگه میشه برای عکس ادیت شورت کنین، میخوام فوروارد کنم به دوستم که ببینه راجبش ویدیو ساختم. اسمش هم محمده، برای بچه‌ای که میدونن اگه خواستم بدونن راجب کی حرف میزنم و خواستن بین قاسم و قلی نیفتن همین خواستم اینو بگم. من خیلی میگم 40 سال من توی دلما گیر کردم که آیا من خسیسم؟ اگه من خسیسم پس چرا این خرجا رو میکنم؟ اگه این خرجا رو میکنم چرا بعضی از آدما میگن به من میگن خسیس، بعضی به من میگن دست‌الباز؟ چه اتفاقی داره میفته؟ این جوابش من آدمیم که وقتی میبینم میتونم این دکمه رو بچرخونم ماشینم خاموش بشه، 2 دقیقه بنزین نسوزونه که من بعد دیرتر برم بنزین بزنم، دنیا کمتر کثیف میشه، انرژی نمیسوزونم، چرا نکنم؟ هر دفعه میکنم. و کار من انقدر خفن بود که بعد کل کمپانیای دنیا شروع کردن تو ماشینشون یه دکمه گذاشتن که اتوماتیکلی این کارو بکنه. پس کاری که من میکردم مثل اینکه مثلا قبلا برفاکن رو بعد روشن میکردی خاموش میکردی بعد اتوماتیک شد، اینم همونه دیگه. یه چیزی بود که من عقل مثل بقیه فقط همه داشتن استفادهش نمیکردن، مثل اینکه همه برفاکن داشتن نمیدونستن که این روشن کنن تمیز میکنه. خب من میدونستم دکمه خاموش کنم سود داره واسه همه جوره، از بنزین تا دنیا تا جیب بنده. من این کارو میکردم ولی بعدا کسی میدید میگم گفت این خسیس، انقدر خسیسه که ماشینشو ترمز میزنه. ولی چه میدونم بچه بیاد خونمون، دیروز بچه‌ها خونمون بودن 11 تا 12 تا بچه اومده بودن اینجا، بعدم گفتم بهتون چی می‌خورین؟ بعد خواسته گفتم پیتزا. گفتم چه پیتزایی می‌خورین؟ گفتم فلان. سفارش دادم 12 تا پیتزا سفارش دادم. بعد که اومدن اینجوری پیتزا رو گرفته بودن، اون صحنه اول هوم الون اومدن با 12 تا پیتزا، تک تک بچه‌ها راجع به پیتزا حرف زدن. چقدر پیتزا، چقدر زیاد، واو چقدر گرفتی جوات، همه بچه‌ها ارشون عجیب بود. بعد گفتم این نونش نازکه، این نونش کلفته، این زیرش آلفردو ساسه، این توماتو ساس، هر کدومشو برشم توضیح دادم براشون چی و چی چیز متفاوت بهشون دادن، عشق کردن. میدونی من اگه خسیس بودم این کارا رو نمی‌کردم. 4 تا بچه 9 ساله و 8 ساله این نمیفهمن که یه پیتزا میگفتم میگن جای پیتزا داریم اسمش دارم چیه پیتزاش $5. 10 تا بچه بودن دیگه، هر پیتزا 8 تا اسلایس داریم، مثلا 3 تا میگفتم میشه 24 تا، من بچه 2 تا بخورن که گوشتش به چاخ. این نشونه‌های آدم خسیسه. پس اگه یه نفر رو دارین فکر می‌کنین خسیسه، بعد یه بار یه از این کارا می‌کنه، بفهمین خسیس نیست. 2 تا حالت بیشتر نداره، یا حسابش منفیه داره میخواد منفی‌تر نشه و اگه میدونه یه کاریو میتونه بکنه که براش کمتر ضرر داشته باشه خب میکنه، مگه دیوانه است نکنه؟ هر کسی باید بکنه و میکنه. یا دومی دلیلی که یه ساعت توضیح دادم. و حالا به این فکر بکن اگر همه آدما مثل من فکر میکردن، من نمیدونم چند تا ماشین تو وجود داره تو دنیا، ولی بیا واسه حدسمون بگیم 1 بیلیون ماشین وجود داره تو دنیا. اگه 1 بیلیون ماشین وجود داره تو دنیا، هر کسی که میره بیرون در روز 5 دفعه ماشینش با چراغ قرمز خاموش میکرد وقتی که اتوماتیک نبود، شه 1 بیلیون ضرب در 5 میشه 5 بیلیون. 5 بیلیون ضرب در 30 میشه 150 بیلیون دقیقه بنزین کمتر سوخته میشد. الان تو یه ماشین میخوای درست بکنی که 150 بیلیون ساعت بخواد کار کنه، چقدر بنزین میخواد استفاده کنه؟ من نمیدونم چقدر، این مطمئنم زیاده. پس اگه آدما فقط مثل من فکر میکردن، این فقط میشه سود بنزینش. بعد همین اتفاق تو نمک میافتاد، همین اتفاق تو سس میافتاد، همین اتفاق تو شکر میافتاد، همین اتفاق و خلاصه من خواستم اینو ویدیو رو بدم. حالا بعد از اینکه حرف من شنیدین و بهتون گفتم چه کارایی من میکنم، به من بگین لطفا آقا بنده خسیسم یا خسیس نیستم، نظر شما چیه؟ خودت باش، خوشحال باش. چاکس. سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی، سوال اقتصادی.